سرخط خبرها. توقف صدور ویزای امریکا به دارندگان پاسپورت افغانستان. وزارت خارجه امریکا اعلام کرد حفاظت از امنیت مردم امریکا بالاترین اولویت این کشور است. فکر کنیم که یک جرم فردی هستند و حدوداً 10 سال در استخبارات CIA و شامل بود، حتی در سپیشل فورس. ادامه تنش‌های لفظی میان افغانستان و پاکستان. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آتش بس واقعی میان کابل و اسلام آباد وجود ندارد. اصلا پاکستان هم علاقمند از این نیست که این آتش بس وجود داشته باشه. ارسال 73 تن دارو و واکسین هند به افغانستان. وزارت خارجه هند گفت این کمک‌ها برای تقویت تلاش‌های صحی در افغانستان ارسال شده است. ادویجات واردات داریم، ماشینری واردات داریم. و متهم شدن اسرائیل به نقض مکرر آتش بس در غزه. وزارت صحت این باریکه گفته اسرائیل تاکنون 535 بار توافق آتش بس را نقض کرده است.